بسم الله الرحمن الرحیم. هرگز آب یخ نخوریم. میدونم تو فرهنگ ما جا افتاده که برای اینکه در هوای گرم زمانی که خستگیمون میخواد در بره برای ما شربت میارن، آب یخ میارن و ما اونو میل میکنیم. بعد اینو بدونیم که مصرف طولانی مدت آب یخ سیستم های مختلف بدن رو دچار ضعف و تزلزل میکنه. زمانی که ما آب یخ یا شربت یخ یا نوشابه یخی میخوریم، سیستم گوارشمون عروقش دچار انقباض میشه. هر ارگانی که رگ‌هاش دچار انقباض میشه، خونرسانی بهش کم میشه. کم شدن خونرسانی به کبد باعث میشه که چربی نتونه از اون دفع بشه و دچار کبد چرب بشیم. کم شدن خونرسانی به معده باعث میشه که سیستم دفاعی ضعیف بشه و دچار زخم معده بشیم. و خیلی از عوارض زیادی که روی سیستم مغز و اعصاب، سیستم ایمنی و خیلی از قسمت‌های بدن عوارض میذاره. سعی کنیم آب یخ به حداقل مقدار استفاده کنیم و آب و مایعاتی که میخوریم در دمای اتاق یا نهایت بالای 0 درجه باشه. اینو بفرست به اون دوستت که همش داره آب یخ میخوره. درود بر شما.